سلام، نیلوفر کشوریم. تو این ویدیو میخوام یکی از رازهای خیلی بزرگ تتو رو بهتون بگم که چجوری مشکی، خاکستری و سفید و حرفه‌ای بزنیم. این سه تا رنگ اصول اصلی هر کار رئال و کار کنتراست بالان. اگه درست استفاده کنی کارت زنده و سینمایی میشه. اگه اشتباه استفاده کنی کارت تخت، بی‌کیفیت و کثیف میشه. توی تتو 3 گروه رنگ اصلی داریم توی گری واش. اولیش مشکی کربنیه که غلیظ‌ترین و ماندگاری‌ترین نوع مشکیه. دومیش خاکستری رقیق شده است. سومیش هم سفید تیتانیومیه که این سفید سنگین‌ترین رنگ تتوه. مولکولای خیلی بزرگی داره و خیلی سخت وارد پوست میشن. حالا این تفاوت‌ها باعث میشه که مشکی خیلی راحت و عمیق وارد پوست میشه. خاکستری خیلی نرم و سطحی میشینن. سفید خیلی سخت میشین و اگه اشتباه استفاده بشه خاموش میشه. حالا با چه تکنیکی مشکی رو صحیح بزنیم؟ باید از مگنوم درست استفاده کنیم. بهترین انتخابا کروت مگنوم یا اموانه، چون که بافت نرمتری ایجاد میکنه و سایه یک نواخته. سرعت دستگاهمون باید متوسط رو به بالا باشه. حرکت دستمونم ثابت و طولانی. حرکت رفت و برگشتی کوتاه توی این تکنیک ممنوعه، چون که کارمون رو لکه دار میکنه. 3 لایه مشکی. بهترین نتیجه رو وقتی میگیری که مشکی رو توی 3 لایه قرار بدی داخل پوست. لایه اول پر کردن اولیه است. لایه دوم تثبیت و لایه سوم تقویت لبه ها و سایه هاست. نکته طلایی اینه که مشکی باید خیلی سرد وارد پوست بشه و نه با فشار. فشار باعث اوورورکینگ میشه و روی پوستای نازک و حساس باعث اسکار میشه. گری واش حرفه‌ای یا خاکستریای تمیز. راز رئالیسم گری واش درسته. اگه اشتباه ساخته بشه و زده بشه کار کثیف و بدون عمق میشه. ما 3 مدل گری واش داریم. اولیش استاندارد گری واشه. مشکی به علاوه آب مقطر برای سایه های معمولیه. سومیش اسموت گری واشه، لطیفه، که رنگ مشکی به علاوه آب مقطر به علاوه گلیسرینه که حرکتو خیلی نرمتر میکنه. سومیش خاکستری ماته، مشکی به علاوه کمی سفید. این برای کارهای رئال خیلی سنگین یا ساخت تونهای دود مانند استفاده میشه. یه نکته جهانی بهتون بگم که گری واش باید لایه لایه ساخته بشه و نه با یه ضربه ناگهانی و عمیق. حالا چرا خاکستری بعضی تتو آرتیستا کثیف میشه؟ اولیش فشار زیاده. دومیش حرکت دست نامنظمه. سومیش ست گری واش خیلی رقیقه. یه قانون طلایی بگم، خاکستری باید روی پوست شناور بشه، نه اینکه زورکی وارد بشه. تکنیک درست زدن رنگ سفید. سفید سخت‌ترین رنگ تتوه چون مولکولای بزرگی داره. برای همینه که اکثر تتو آرتیستا سفیدشون محو میشه. روش صحیحش میتونه این باشه که سفیدت رو آخر کار بزن، چون که پوست باید یکم آروم شده باشه. اگه اول بزنی ممکنه که با شستشو محو بشه. دومیش اینه که سفید رو نکوب داخل پوست، به آرامی هل بده، یعنی نقطه گذاری خیلی آروم انجام بده. بهترین سوزن‌ها برای سفید باکپینا یا RLای خیلی ظریفن یا CMای کوچیک. سفید رو فقط روی این نقطه ها باید بزنی. نقطه های نورگیر، لبه فضاهای خیس یا براق، داخل چشم، روی تیغه بینی، لبه لب و قطره های خون، لبه لب و قطره های نور. سفید روی پوست خشک نزن چون ممکنه که اسکار بشه. سفیدو تو ناحیه سیاه نزن چون کامل محو میشه. سفید زیاد اگه بزنی کارت شلخته میشه. سفید باید به اندازه نمک روی کار باشه، نه بیشتر. حالا ترکیب مشکی، سفید و خاکستری توی کارهای ریالیسم. برای ساختن عمق واقعی و سه‌بعدی مرحله اولت بلک مپه، یعنی نقطه های مشکی ثابت رو پیدا میکنی مثل چشم، مو، سایه های خیلی سنگین. مرحله دوم با گری واش لایه ها رو کم کم انجام میدی و توی مرحله سوم هایلایتاتو با رنگ سفید میذاری. این ترتیب به تو یک عمق سینمایی میده. حالا بریم سراغ اشتباه های متداول. اولیش اینه که رنگ سفید رو وسط کار بزنی که باعث محو شدن رنگت میشه. دومیش استفاده از گری واش خیلی رقیقه که باعث گلالود شدن کار میشه. سومیش زدن مشکی با فشار خیلی زیاد که باعث اوورورکینگ میشه.
چهارمیش استفاده از رنگ سفیده برای روشن کردن یا پوشوندن اشتباهات، یعنی فاجعه به وجود میاد. پنجمی شیدینگ مشکی بدون لایه سازی کردنه. ششمیش هم که زدن سفید روی پوست چربه که باعث بیرون زدگیش میشه. یه جمله مهم بهتون بگم، سفید اشتباهو درست نمیکنه، چند برابرش میکنه. حالا میدونی که مشکی رو چجوری بزنی که دقیق و موندگار بمونه. خاکستری با چه تکنیکی ساخته میشه تا تمیز و سینمایی بشه کار، و سفید کجای کار دقیقاً باید قرار بگیره تا برق بزنه. این سه رنگ پایه رئالیسم حرفه‌ای اند. اگه این اصول رعایت کنی، لول کارت چند تا میره بالاتر و از تتو آرتیستای معمولی جدا میشی. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ یکی از مهمترین موضوعات، یعنی اصول پورتره زنی.